6 روز خونه نرفتن دارن کار میکنن. قلب من نبود، از توی سینه برده بودن، قلب من برگشت تو سینه‌ام. 6 روز من دارم شب و روز تلفن صحبت میکنم، از یک شب بیدارم تا 6 پدر من باتری بود. ایران میدونم پدر من معتاده، ایران میدونن پدر من 49 کیلو قول دادیم چند روز پیش، گفتیم پدرتو پیدا میکنیم، قسم خوردیم، الان هم پدرت شما. امروز با گزارشی ویژه و تکون دهنده از دنیای پرفراز و نشیب جرم و جنایت در کنار شما خواهیم بود. داستانی که نه تنها به خاطر قربانی و مجرمانش، بلکه به دلیل دخالت یکی از چهره‌های جنجالی فضای مجازی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد. با ما همراه باشید تا لایه‌های پنهان پرونده ربایش قدیر اسلامی، پدر آیسان اسلامی، اینفلوئنسر معروف ایرانی مقیم آمریکا رو با هم مرور کنیم. سلام، به کانال خودتون خوش اومدین. لطفاً برای دیدن و شنیدن پرونده‌های جدید همراه ما باشید و کانال رو سابسکرایب کنید. خوشحال میشیم برای حمایت از ما ویدیوهامون رو لایک کنید. همه چیز از یک روز عادی در نوشهر شروع شد. چهارشنبه 6 فروردین ماه 1404. قدیر اسلامی، پیرمردی که از بیماری پارکینسون رنج میبره و قلبش با باتری کار میکنه، در مقابل چشمان حیرت زده مردم و طبق گفته شاهدان عینی توسط سرنشینان یک خودروی پژو و با تهدید اسلحه ربوده شد. خبری که مثل بمب در فضای مجازی منفجر شد، عمدتاً به خاطر پسرش آیسان اسلامی. شب برای اولین بار بعد 10-11 سال دلم برای این قدیر تنگ شد آجی. خیلی بدبخته. آیسان که به خاطر سبک زندگی و صحبت‌های بی‌پرده‌اش در آمریکا شناخته میشه، بلافاصله صفحه اینستاگرامش رو تبدیل به مرکز اطلاع رسانی و پیگیری وضعیت پدرش کرد. اون با انتشار ویدیوهایی ضمن ابراز نگرانی شدید از مردم و حتی چهره‌های سرشناس و پلیس درخواست کمک کرد. آیسان در یک استوری گفت پدر من بیگناهه، هر کی خبر داره به پلیس بگه، التماس میکنم کمکم کنید. اما پشت پرده این ماجراها درخواست هولناکی از سوی ربایندگان مطرح شده بود. 100 میلیارد تومان در قالب رمزارز دیجیتال، مبلغی نجومی که نشون میداد آدمرباها هدف بزرگی رو دنبال میکنن. مگه من دکل نفتی دارم به تو 100 میلیون بدم؟ من مگه دکل نفتی دارم 100 میلیارد من به تو پول بدم؟ عجب. به من 3 روز وقت دادیدی، مگه ندادی؟ 16 ساعت بعد گرفتم. پلیس آگاهی مازندران و تهران بلافاصله وارد عمل شدند. پرونده ویژه تشکیل و تحقیقات فنی رو با استفاده از بروزترین تکنولوژی‌ها آغاز کردند. هر لحظه برای قدیر اسلامی با توجه به وضعیت جسمانیش حیاتی بود. طبق اطلاعاتی که بعداً به دست اومد، ربایندگان پیرمرد بیمار رو به شهرستان ورامین منتقل کرده و در شرایط غیر انسانی با پاهای زنجیر شده برای 2 تا 3 روز گرسنه نگه داشته بودند. کثافتی که عمق بیرحمی عاملان این جنایت رو نشون میداد. پدر من قلبش باتری بود، چیزایی برای من تعریف کرد، گرفتی بردینش نمیدونم ورامین اونورا، گرفتین پایین زنجیر بستین، 2 روز به این گرفتین تیتاب دادین و نمیدونم کیک دادین، نمیدونم چی دادین، 1000 تا بلا سرش آوردین. همزمان با تلاش شبانه روزی پلیس، آیسان اسلامی در فضای مجازی بیکار ننشسته بود. اون نه تنها با درخواست‌های مکرر، بلکه با تهدید ربایندگان سعی در تحت فشار قرار دادن اونها داشت. آیسان اعلام کرد که هویت یکی از متهمین اصلی، مردی به نام مهدی، براش مشخص شده و اگر ظرف چند ساعت خودش رو تسلیم نکنه، عکسش رو منتشر خواهد کرد تا مردم در شناسایی و دستگیریش کمک کنند. آیسان در استوری دیگه میگه مهدی خودتو معرفی کن وگرنه عکس و مشخصاتتو میذارم تا کل ایران دنبالت بگردن. همون پولی که برای آزادی پدرم میخواستی رو جایزه میذارم برای گرفتن خودت. آقای مهدی، همونی که سرکرده هستی و فرار کردی الان، که این زن و این بچه رو الان کتک میخورن، این لایو برای توه. بیا تو لایو من، عکستو دارم، همه چی تو دارم، ولی اگه عکستو بذارم مردم میان دنبالت.
بهتره که خودت بیا خودتو معرفی بکنی، اشتباهتو بپذیری. برو خودتو معرفی کن، وگرنه همون 100 میلیاردی که دنبالش بودی جایزه میذارم برات. خودتو معرفی کن. این تهدیدها و فشار رسانه‌ای در کنار ردیابی‌های دقیق پلیس حلقه محاصره رو تنگتر می‌کرد. سرانجام پس از 5 روز نفسگیر، کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه متهمین در استان تهران شدند و عملیات آزادسازی قدیر اسلامی کلید خورد. تیم عملیاتی پلیس با رعایت تمام جوانب امنیتی وارد ساختمانی شدند که قدیر اسلامی در اون زندانی بود. اولین صحنه‌ای که با اون روبرو شدن، زنی بود که در یک اتاق نشسته بود و با خونسردی مشغول تماشای استوری‌های آیسان اسلامی در اینستاگرام روی تلویزیون بود. استوریایی که در اون آیسان التماس آزادی پدرش رو میکرد. شب برای اولین بار بعد 10-11 سال دلم برای این قدیر تنگ شد آجی. خیلی بدبخته. خوشبخته که تو رو داره. نکته تکون دهنده اینه که این زن صدای تلویزیون رو زیاد کرده بود تا قدیر که در اتاق بغلی حبس بود صدای التماس‌های پسرش رو بشنوه و تحت فشار روانی بیشتری قرار بگیره. وقتی مأمورین از زن پرسیدن قدیر اسلامی کجاست، اون با دروغی آشکار گفت ایشون مهمون من هستن. بعد مأمور رفته تو اینا رو گرفته میگه آقا قدیر مهمان منه. مهمان توه. خب خوبه تو هم الان مهمان منی دیگه. تو هم الان نوشهر مهمان منی. آره. تو نوشهر مهمان منی. بعد میری زندان مهمان منی. از زندان میای بیرون باز مهمان منی. اصلا شما تا آخر عمر با منین. تا آخر عمر با منین. تا آخر عمر با منین. اما حقیقت تلختر از این حرفا بود. مأموران به سرعت وارد اتاق بعدی شدن و با صحنه دردناک روبرو شدن. قدیر اسلامی پیرمرد رنجور در گوشه کس کرده بود و وقتی مأموران لباس شخصی رو دید از شدت ترس با فرض اینکه اینها هم آدمرباهای جدیدی هستن گفت بله من اینجا مهمان هستم. لحظاتی طول کشید تا مأموران خودشونو معرفی کنن و به پیرمرد اطمینان بدن که برای نجاتش اومدن. قدیر اسلامی که 5 روز جهنمی رو پشت سر گذاشته بود تازه اون موقع بود که متوجه آزادی شد و از شدت خوشحالی و فشار روانی به گریه افتاد. ناراحت نباش، ناراحت یه بغل بهم بده ببینم. یه بغل بدم. دوست داریم. ما بهت قول دادیم چند روز پیش گفتیم پدرتو پیدا میکنیم. قسم خوردیم الان هم پدرت پیش ماست. استرس نداشته باش قدیر تموم شد همه چی. خیالت راحت. ببینم. بانکتو ببینم. اسمتو ببینم. باورم قدیره دیگه. شما اینجا چجوری پیدا کردی اینجا رو؟ خیلی پولیسی. بله بچه. قرآن یه ذره دارن. با دستگیری این زن و پسر 21 سالش که در محل حضور داشت بخشی از معمای این پرونده حل شد. اما متهم اصلی مهدی ناپدری این پسر جوان و شوهر صیغه‌ای زن دستگیر شده موفق به فرار شده بود و جستجو برای دستگیری اون همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه در مورد مهدی اینه که طبق اطلاعات به دست اومده اون در سال 1400 هم در یک پرونده گروگانگیری دیگه نقش داشته. گروگانگیری که طی اون فردی به نام فرهاد کشته شد، اما مهدی تونست از مهلکه جون سالم به در ببره. این سابقه خطرناک بودن این متهم فراری رو دوچندان میکنه. فرمانده انتظامی استان مازندران ضمن تایید این عملیات موفقیت‌آمیز اعلام کرد که انگیزه اصلی گروگانگیران صرفاً مالی و اخاذی از آیسان اسلامی بوده. آقای قدیر اسلامی یک فردی که تقریباً 70 سال سنش بود، روز ششم به ما اطلاع دادن که ربایش شده توسط گروگانگیران. با اینکه هیچ سرنخی نبود ولی یک اقدام اطلاعاتی عملیاتی توسط همکارای ما در مجموعه نوشهر، انتظامی نوشهر، عزیزان ما در مجموعه پلیس آگاهی و اطلاعات انتظامی استان یک کار مشترک اطلاعاتی عملیاتی انجام دادن که خدا رو شکر بعد از 5
اقدام شبانه روزی خدا کمک کرد، ایشون رو ما تونستیم آزاد بکنیم، 2 نفر گروگانگیر هم دستگیر بکنیم و نهایتاً به آغوش خانواده‌اش برگشت. اونها قصد داشتند پس از دریافت 100 میلیارد تومان به کانادا فرار کنند. نقشه‌شون که با هوشیاری پلیس ناکام موند. تو 1 میلیون از من بورس میخوای که بگیرین قدیر رو بکشن ببرن نمیدونم کجا دفنش بکنن بعد خانوادگی برن کانادا. اما حواشی این پرونده به همینجا ختم نشد. آیسان اسلامی پس از آزادی پدرش در اقدام قابل تأمل اعلام کرد که پسر 21 ساله دستگیر شده رو میبخشه. اون دلیل این کار رو تجربه شخصی خودش به عنوان فرزند طلاق عنوان کرد و گفت معتقد این جوان گناهی نداره و تحت تاثیر ناپدریش بوده. خواهش کردم از مامورای نوشهر، گفتم آقایون این بچه رو کار نداشته باشین، این بدبخت هیچ کار است. آیسان همچنین مخالفت خودش رو با حکم اعدام اعلام کرد و گفت ترجیح میده مجرمان با گذراندن دوران محکومیت در زندان مجازات بشن. این اظهارات در کنار تشکرهای ویژه است از افرادی مثل پرویز پرستویی و افشین پیروانی که در پیگیری پرونده کمک کرده بودند، بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت. عمو افشین پیروانی، عمو پرویز پرستویی، چرا میگم کلیه میخوایم بهتون میدم؟ چون قلب منو برگردوندین سر جاش. تا جایی که آیسان گفت حاضر در صورت نیاز کلیه‌اش رو به اونها اهدا کنه. در زمان انتقال زن و پسر دستگیر شده از دادگاه انقلاب تهران به نوشهر، مردم خشمگین حاضر در محل تلاش کردن خودروی حمل متهمان رو واژگون کنند که نشون از جریحه‌دار شدن عواطف عمومی داشت. دیروز قدیر رفته دیشب یک شب دم دادگاه انقلاب تهران که حکم بگیرن این بی‌ناموسا رو ببرن نوشهر. بپرس از مامورای دولت بعدن دیدیشون، بگو چند نفر مردم جمع شدن اونجا، چند نفر داشتن این ماشین زنتو بلند میکردن که با اسبن پابند اون تو بودن، داشتن سر زن بچه‌تو میبریدن، چند نفر حمله کردن. مردک قاضی دادگاه با قدیر عکس میگیره، تو چی میگی؟ آیسان اسلامی همچنین گفته که اگر مهدی متهم فراری خودشو معرفی نکنه، با انتشار گسترده عکسش و تعیین جایزه کاری میکنه که مردم و حتی فامیل‌های خود مهدی اون رو پیدا و تحویل قانون بدن. اون حتی پا رو فراتر گذاشت و از مردم خواسته از این به بعد موارد مشابه گروگانگیری و سرقت رو به اطلاعش برسونن تا با انتشار تصاویر مجرمین و قربانیان به دستگیری اونها کمک کنه و هیچ مجرمی در امان نباشه. طبق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، آدمربایی جرمی بسیار سنگینه. ماده 621 قانون مجازات اسلامی برای آدمربایی حبس از 5 تا 15 سال در نظر گرفته. در این پرونده با توجه به سن بالای قربانی، قبولت سن میتونه عامل تشدید باشه. استفاده از وسیله نقلیه، تهدید با سلاح که جرم جداگانه‌ای هم داره و قصد اخاذی کلان که خودش جرم مستقلیه، متهمین رو با مجازات سنگینی روبرو خواهد کرد. جرم اخاذی و تهدید هم مجازات‌های خاص خودش رو داره. اگر قصد قتل هم در دادگاه اثبات بشه، میتونه حتی حکم قصاص یا اعدام بسته به شرایط و شکایت اولیای دم را در پی داشته باشه. هرچند آیسان اسلامی به عنوان شاکی خصوصی مخالفت خودش رو با اعدام اعلام کرده. برای متهم فراری مهدی با توجه به سابقه قبلیش در پرونده‌ای که منجر به قتل شده، وضعیت به مراتب وخیم‌تر خواهد بود و در صورت دستگیری با اتهامات متعددی روبرو میشه. زن دستگیر شده و پسرش هم به تناسب نقششون در این آدمربایی و نگهداری قربانی مجازات خواهند شد. اگرچه گذشت آیسان از پسر 21 ساله میتونه در حکم نهایی دادگاه تاثیرگذار باشه. این پرونده لایه‌های عمیق‌تری از صرفاً یک جرم خشن رو به نمایش میذاره. ما با پدری روبرو هستیم که طبق گفته‌های پسرش زندگی شخصی سختی داشت و پس از جدایی از همسرش تنها زندگی می‌کرده و حتی با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کرده. این انزوا و شرایط خاص شاید اون رو به هدفی آسان‌تر برای مجرمین تبدیل کرده.
از سوی دیگه واکنش آیسان اسلامی جالبه. کسی که به گفته خودش فرزند طلاق و شاید همین تجربه باعث شده تا با پسر 21 ساله همدلی و اعلام بخشش کنه. این تصمیم فارغ از جنبه‌های حقوقی نشون دهنده پیچیدگی‌های روابط خانوادگی و تأثیر تجربیات گذشته بر تصمیمات امروزه. تحقیقات برای دستگیری متهم اصلی فراری همچنان ادامه داره و ما هم پیگیر آخرین اخبار این پرونده خواهیم بود. از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید سپاسگزاریم.